سلام خدمت همه بیننده‌های عزیز. تا حالا شده که توی خونه باشی و تایم هم نداشته باشی هوس یه غذای فوق‌العاده خوشمزه سریع و راحت؟ تو این ویدیو میخوام تو 10 دقیقه بهت یاد بدم چطوری غذای خوشمزه رو به بهترین شکل ممکن آماده کنی. قبل اینکه بریم سراغ آماده سازی یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید، این زنگوله پایین رو هم. وقتی سنگمون گرم میشه ببینیم چیا لازم داریم. وسایلی که لازم تو تمام خونه‌ها پیدا میشه. غیر ممکن اینا رو با دم دست ترین مواد میخوام بهترین غذا رو درست کنیم. اول پیاز خرد شده، فلفل دلمه خرد شده، نمک، مقداری زردچوبه، یه مقدارم پودر پاپریکا اگر داشتین، اگر نداشتین هیچ اشکال نداره، فلفل سیاه و ادویه کاری و در نهایت هم رو. بریم برای آماده‌سازی ببینیم با اینا چیکار میتونیم بکنیم. و قسمت اصلی غذامون سوسیس آلمانی ویژه. فوق العاده این سوسیس خوشمزه است و ارزون ترین نوع سوسیس هم هستش و فوق العاده هم خوشمزه است. بریم برای آماده سازیمون. سنگمون هم گرم شده، روغنمون رو میریزیم روی سنگ. خیلی مهمه که تو چه مرحله شما مواد اولیه‌تو بریزی. اگر روغنت خیلی داغ میشه به محض اینکه شما پیاز رو میخوای بریزی پیاز میسوزه. حرارت روغن الان اگر میخوای خوب متوجه بشی یه تیکه پیاز میندازی دور و برش قشنگ مشخصه که گرمای روغن چقدره. بریم برای قسمت اولمون که پیاز و فلفل دلمه رو بریزیم ما توی مواد. قشنگ اینا رو هم میزنیم. من فوق العاده طعمی که فلفل دلمه به غذا میده رو دوست دارم، واقعا دوست دارم و خوشمزه هم میکنه غذا رو. قشنگ من پیازا رو تفریح تا سوته نشه. خب در اینی که پیازا داره آماده میشه ما میریم ادویه ها رو هم قاطی میکنیم. اول یه مقدار نمک میریزیم، حواستون باشه نمک غذاتون زیاد نشه چون غذا شور نشه. خب بعد یه مقدار خیلی کم زردچوبه میریزیم، یک کم پاپریکا، هدیه و فلفل دلمه‌مون قشنگ تک خورد و طلایی شد. میریم این قسمت ربمون رو اضافه میکنیم. یه قاشق رب کافیه. ربمون هم یکم تک میدیم با مواد اولیه‌مون. خب ربمون هم که ریختیم با مواد اولیه‌مون قاطی کردیم، قشنگ سر روغن تفت دادیم. خب حالا میریم برای قسمت خوشمزه کار، اضافه کردن سوسیس که آخرین مرحله‌ش هم هست. سوسیس رو اضافه میکنه به این سوسیس ها چه درست کردیم. برای اینکه مغز پخت‌تر بشه قشنگ اینا رو ما سر روغن میگیریم خورد میکنیم. تا کلاً سوسیسایی که استفاده کردیم مغز پخت رو برای اینکه سوسیسا گفتیم کامل پخته بشه اینا رو خورد میکنیم، چون همونجور که میبینید سوسیس جزو مواد غذایی هستش که به صورت کامل باید پخته و آماده بشه تا اون از درجه خامی خارج بشه. رنگ غذا رو همینجور که میبینید فوق العاده عالی. بسیار این غذا راحت، ارزون و مقرون به سر